سلام و عرض ادب خدمت همه همراه عزیز و گرامی مجموعه همکارتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم دوره آموزش جامع تحلیل تکنیکال. امیدوارم دو قسمت قبل رو کامل دیده باشین و در این قسمت پیش از اینکه بخواید این قسمت رو ببینید شما عزیزان باید تحلیل جامع کندل ها، نحوه درست رسم محدوده ها رو 0 تا 100 بلد باشین و در صورتی که این موارد رو کامل یاد گرفته باشین حالا میتونید اقدام بکنید به دیدن این جلسه و یاد بگیریم در این جلسه با همدیگه چطوری با استفاده از این محدوده ها و کندل ها معامله کنیم. اما پیش از هر چیز برای اینکه کامل تحلیل تکنیکال یاد بگیریم بیاین داخل سایت همیار کریپتو. اینجا کلمه تکنیکال یا همون تحلیل تکنیکال رو جستجو میکنیم با هم دیگه و میبینیم که موارد متعدد و مقالات بسیاری برای ما وجود داره. ویدیوهای آموزشی همه چی کامل و جامع هستش. بهتون پیشنهاد میکنم تا وقتی که کامل نخوندین این مقالات رو، ویدیوها رو ندیدین، آموزش کامل نداشتین، بهتره وارد بازارهای مالی نشین و با پول واقعی معامله نکنین. و تحلیل تکنیکال هم چیزی نیستش که ما بگیم که یک بحث ساده است حالا اینو یاد نگرفتیم چیز دیگر یاد میگیریم. تحلیل تکنیکال سبک مادر تمام تحلیل هاست و هر کس که اینو یاد داشته باشه بعدش میتونه بره سراغ الباقی سبک‌های حالا اندیکاتور و پرایس اکشن و این داستان ها. پس لازمه و اجباریه برای هر شخص و بهتون پیشنهاد میکنم از این مقالاتی ما به رایگان براتون گذاشتیم نهایت استفاده رو ببرید تا بتونین راحت تر آموزش بدین. مثلا این تحلیل تکنیکال چیست و ویدیوهای آموزشیشو داخل مقاله که بشیم یک دوره آموزشی جامع اینجا داریم کامل توضیح داده شده به صورت مقاله برای شما. در کنارش ویدیوها هم هستن که میتونید مثلا این ویدیوها رو پلی کنید و ببینید نمونه ویدیوهایی هستش که برای شما عزیزان قرار داریم و به هیچ عنوان بهتری که از دستشون ندید. این از بحث اولی و حالا با هم دیگه بریم قسمت سوم رو شروع بکنیم و یاد بگیریم چطوری با استفاده از محدودهای خودمون معامله کنیم. در قسمت‌های قبل ما با هم دیگه یاد گرفتیم که چطوری میتونیم محدوده‌های قیمتی رو رسم کنیم. به چه صورت بیایم محدوده‌های قیمتی صاف یا همون محدودهای حمایت مقاومت رو مثل این بیایم رسم کنیم و یا اینکه بیایم خط روندها رو چطوری رسم کنیم مثل این نمونه. و بعدش که اینها رو رسم کردیم حالا نمیدونیم که چطوری در ادامه رفتار بکنیم. قبل از اینکه بپردازیم به اینکه چطوری با این محدوده‌های خط روند و محدوده‌های قیمتی صاف معامله کنیم باید بپردازیم به بحثی به اسم کانال‌های قیمتی. کانال‌های قیمتی به چه معنا هستن عزیزم؟ کانال‌های قیمتی در اصل نوعی خطوط روند دو طرفه است. اجازه بدید مثلا من یک نمودار رو برای شما بیارم. مثلا میریم سراغ نمودار TRX USDT. TRX USDT رو ما نمودارش تایم فریم 4 ساعته میاریم، کوچیک میکنیم، AOL روشن، یه خط روند میکشیم. این از خط روند. حالا ما میخوایم بحث کانال ها رو با هم دیگه کار بکنیم. دقت کنید عزیزان، میخوایم این خط روند رو تبدیل به کانال کنیم. اینجا یه ابزاری داریم توی این لیست به اسم پارالل چنل یا همون کانال خودمون. کانال رو برمی‌داریم، ابتدای این خط روند یک کلیک میکنیم، ادامه میدیم تا آخر یک کلیک و بعدش این پهناش باز میشه عزیزان. و ما این پهنا رو باز میکنیم میذاریم روی سقف ها و کانال ها در اصل نوعی خط روند دو طرفه هستند و ما برای خطوط روند میگفتیم برای اینکه رسمشون کنیم نیازمند حداقل 2 برخورد هستیم. بیشتر شد بهتر. و به نظر شما عزیزان برای اینکه کانال ها رو رسم کنیم چند تا برخورد لازم داریم؟ خب قطعا میدونیم که خط روند 2 تا برخورد، کانال 2 تا خط روند بس میشه 4 تا برخورد، یعنی 2 برخورد از پایین و 2 برخورد از بالا برای رسم یک کانال معتبر لازم. و این میشه نمونه یک کانال درست که حرکات قیمت و محدوده حرکاتش رو برای ما مشخص میکنه و این کانال ها خیلی کمک کننده است برای اینکه بشناسیم آینده حرکات قیمت به چه صورته. یعنی این پایین بخریم، این بالا بفروشیم، پایین بخریم و این بالا بفروشیم و بین این کانال ها معاملات خودمون رو انجام بدیم. یادتون باشه یک نشونه که کانال شما کانال خوبی باشه اینه که این خط وسط کانال رو اگه دقت کنید قیمت باید به این خط وسط کانال هم یک احترامی نشون بده. فقط ازش ردش نکنید. مثلا گاهی اوقات بخوره به خط وسط برگرد، یا اینکه ردش کرد اینطوری برگشت بزنه بهش و بره بالا. و اینجا هم به همین صورت ببینید میخوره برمیگرده و به این خط وسط چند بار احترام بذاره. و این احترام گذاشتنه یعنی اینکه
به صورت کلی کانال شما معتبر هستش و این هم نشونه های یک کانال خوب. پس به طور کلی نمیشه گفت کانال ها محدوده های خاص و جداگانه هستن بین اینها. ذاتاً همون خط روند ها فقط به صورت دو طرفه هستند. این هم از نحوه رسم کانال ها و اما ما بخوایم با این کانال ها محدوده های صاف خودمون و هر کدوم از اینهایی که رسم کردیم به چه علت رسم میشه؟ قطعا برای شناختن این که بازار صعودیه یا این که بازار نزولیه و هیچ کدوم از اینها نیست. ما بدون اینها میتونیم تشخیص بدیم که بازار صعودی یا نزولی. نیازی به این موارد نداریم، بلکه ما این محدوده های خودمون رو حالا از هر نوعی که باشن رسم میکنیم برای اینکه با استفاده از اونها معامله کنیم. و حالا که ما میخوایم معامله کنیم یه پله میریم جلوتر. در چه زمانی با این محدوده ها معامله میکنیم؟ اولین حالت قیمت وسط راه و هیچ محدوده‌ای در کار نیست. حالت دوم قیمت داره از داخل محدوده ما رد میشه. حالت سوم قیمت به محدوده ما برخورد میکنه. به نظر شما عزیزان کدومی که بهترین حالت برای معامله کردن با محدوده ها؟ قطعا زمانی که قیمت وسط راهه که هیچ تکلیفی نداره، هیچ برنامه‌ای نداره و میذاریمش کنار. زمانی که قیمت ما اومده و از تو محدوده رو داره رد میشه، خب داره محدوده منو بی اعتبار میکنه، باز نمیشه این رو هم معامله کردش. و اما زمانی که قیمت میادش با محدوده من برخورد میکنه و پس از اینکه برخورد کردش و بازگشت داره اتفاق میفته، نه اینکه عبور کنه، برخورد و بازگشت اتفاق میفته، مثل اینجا ما میایم معامله میکنیم. پس ما با استفاده از محدوده معامله میکنیم. این معامله در زمان برخورد قیمت با محدوده است. حالا یه قدم میریم جلوتر، برخورد چندم رو معامله میکنیم. برخورد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. خب قطعا هر شخصی میگه که قطعا برخورد آخر رو معامله میکنیم، کار خاصی نداره. باید اینجا یک محدوده‌ای بکشیم که تو حال حاضر بازار باشه. اینا که گذشته است، ما این آخریه رو میخوایم معامله کنیم. من همین رو میدونم و یک نکته خیلی ساده است. مسئله نیست، مسئله اینه که این برخورد آخر ما باید برخورد چندم باشه، شمارش. نگاه کنید عزیزان، اول سوالی ازتون میپرسم، ما توی جلسات قبل برای اینکه یاد بگیریم یک محدوده رو رسم کنیم و چطوری بکشیمش گفتیم چند تا برخورد لازم داره؟ گفتیم 2 تا برخورد حداقل لازم داره. پس عملا ما جواب شما دادیم، گفتیم که 2 تا برخورد اول مال چیه؟ مال گذشته است و از گذشته باید تازه محدوده رو با استفاده ازش رسم کنیم. پس به طور کلی میشه گفتش 2 برخورد اول قابل معامله نیست. معامله از برخورد سوم و بعد از اونه. به این علت که برخورد 1 و 2 تازه برای رسمه، نمیشه معاملهشون کردش. تازه از سومی ما میخوایم معامله داشته باشیم. پس تا اینجا یاد گرفتیم که ما محدوده ها رو برای معامله رسم می‌کنیم در زمان برخورد و اون برخورد بعد برخورد سوم باشه. این محدوده دیگه، این برخورد اول، این که عبور هیچ، این برخورد دوم، این برخورد سوم ما میتونیم بیایم معامله داشته باشیم. حالا چهارمی، پنجمی، هر چی پیش بیاد تا وقتی بی اعتبار نشه میشه معاملهش کرد. این محدوده دیگه اینجا برخورد سومش الان شکل گرفته، میتونیم معامله کنیم. و این محدوده کانال هم به همین صورت، برخورد اول و دوم هیچی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، هر کدوم که باشه قابل معامله است. و برای همینه که میگم سعی کنید همیشه محدودایی بکشین که چند تا برخورد داشته باشه. مثلا من بیام خط روندی اینجا بکشم، برای نمونه خط روند کوچیک بی اعتبار مثلا بکشم، این خط روند بی اعتبار 2 تا برخورد داره، بعدش هم شکستش شده. چه فایده ای داره؟ هیچ ارزشی نداره. تازه ما برخورد سومش رو می‌خوایم معامله کنیم. علت اصلی اینه که میگیم محدودایی بکشیم که برخوردهای بیشتر داشته باشه تا بتونیم معاملات بهتر و کاملتری رو داشته باشیم با هم دیگه. حالا من برخورد سوم مثل این که اینجا اتفاق افتاده یا این که اینجا بوده تو خط روند یا این محدوده صاف رو اومدیم اتفاق افتاده، می‌خوایم معامله کنیم. سوال واقعی اینه، توی گذشته کاری نداره. میگم من اینجا می‌خرم، قیمت میره بالا، سود می‌کنم. اما فرض کنین تو لایو بازاره، یعنی ادامهش نیستش. من ادامهشو پاک کنم برای شما عزیزان. اینطوری. حالا قیمت اومده به محدوده شما رسیده. حالا به من بگیم ببینم از کجا میدونین که این قیمتی که محدوده شما رسیده نمیادش از تو محدوده شما عبور کنه و رد چه بره؟ از کجا میدونین که محدوده ما رو نمیشکنه بی اعتبار کنه؟ اینجا اون بحث جلسه اول ما مبنی بر تحلیل کندل ها میاد وسط. و ما نکته‌ای که میگیم اینه، میگیم نباید کندل ها رو هر جای معامله کرد، بلکه باید کندل ها رو در زمان برخورد قیمت به محدوده ها معامله کرد. و
ما وقتی که میخوایم اینجا معامله بکنیم باید به کندل ها توجه کنیم. اما به چه صورت؟ اولین شرطش رو که بهتون گفتم باید برخورد باشه. پس از برخورد ما باید به این کندل ها که بازار هستن و انگار در اصل معامله گرای بازار هستن توجه کنیم و با استفاده از رفتار اونها بفهمیم و تاییدیه بگیریم مبنی بر این که قیمت قرار نیستش کندل ها بیادش از تو محدوده مرجع، بلکه قرار برخورد کنه و برگرده و این تاییدیه رو باید با استفاده از این کندل ها ببینیم. حالا این تاییدیه چطوری میتونه باشه عزیزم؟ بر اساس نظر من این تاییدیه به این صورت که اول بیاد برخورد شکل بگیره و پس از اون بیادش قیمت ها یک کندل توپل درست حسابی، کندل خوب، یک کندلی که ابهت و قدرت بسیار زیادی داشته باشه در جهت معامله ما بسازه. مثلا اینجا ما میخوایم معامله خرید انجام بدیم، اول قیمت برخورد میکنه و پس از اینکه قیمت برخورد کرد بیادش یک کندل سبز توپل بسازه و سپس ما معامله خرید خودمون رو از اینجایی که قیمت اومدش یک کندل سبز توپل ساخت شروع میکنیم و میخریم و میبینیم قیمت چقدر قشنگ رفته بالا و صعود کرده و یه سود خوب رو هم به ما داده. پس به این صورت ما می معامله انجام میدیم. اینجا دیگه حالا برخورد سوم نیست، میدونم عزیزان اینجا برخورد دوم بودش، حالا برخورد سوم نیست، اما برای نمونه میخوایم مثال بزنیم. چه قیمت برخورد کرده، یک کندل سبز توپل ساخته، بعدش ما میایم اینجا میخریم و قیمت رفته بالا. توی لایو بازار هم به همین صورت. اما یک سوال مهمی اینجا باقی میمونه، در کجا ما میایم میخریم وقتی کندل تایید خودمون رو پیدا کردیم؟ زمانی که کندل تایید بسته شد، چون تا بسته نشه که مشخص نیست تکلیفش، ممکنه که برگرده بیاد پایین اصلا قرمز بشه این کندل. پس زمانی که کندل تایید ما بسته شد و کلوز شدش، دقیقاً در محل کلوزش ما میایم میخریم. حالا ما تا اینجا این مواردی پیدا کردیم معامله خرید بودش. اگر یک نمونه معامله فروش باشه، مثلا این برخورد اول، این برخورد دوم، اینم نمونه برخورد سوم، در زمانی که ما میخوایم معامله فروش انجام بدیم باید چی کار کنیم؟ آیا باید کندل تاییدمون سبز باشه یا قرمز باشه؟ خب وقتی ما میخوایم ریزشی معامله کنیم باید یک کندل قرمز توپل بگیریم مثل این. ببینید عزیزان این یک کندل فوق العاده قدرتمند محسوب میشه، سایه بالا کاملا نزولی، بدن نزولی و یک دست نزولی هستش و اینقدر نزول داره و به طور کلی میشه گفت یک کندل فوق العاده. ما بعد از این کندل میایم معامله فروش خودمون رو باز میکنیم و وارد معامله ریزشی میشیم. پس این هم نحوه تاییدیه گرفتن از رفتار قیمت پس از برخورد با محدوده. توی این کانال هم با هم دیگه ببینیم برخورد 1 2، این برخورد سوم. اینجا قیمت اومده برخورد کرده، پس از برخورد به نظر شما بگیم ببینم کندل تایید ما کدومه؟ شماره 1، شماره 2 و شماره 3. اگر گفتین شماره 2 یا شماره 3 قطعا اشتباه کردین، به این علت که ما تو لایو بازار اینا رو نمیبینیم. باید با همون اولین کندل سبز توپل که این شماره 1 هستش وارد معامله خرید بشیم و بعدش هم قیمت اومده صعود خودش رو کرده و سود ما رو داده. و حالا یک نکته فقط از این توضیحات باقی موند، اونم این که من الان دارم خودم به شما میگم که موقعیت معاملاتی اینجا خریده اونجا فروشه. تو واقعیت از کجا تشخیص بدیم که کجا بخریم کجا باید بفروشیم؟ بذار یه نکته جالب بهتون بگم. اینجا رو نگاه کنین عزیزان، این خط روند ما یا این کانال ما در اینجایی که برخورد داشتیم، این خط روند به نظر شما یا این کانال ما زیر کندل ها و پایین کندل هاست خط روند یا اینکه بالای کندل ها قرار داره؟ قطعا میدونیم که این خط روند پایین کندل هاست. در زمانی که در محل برخورد خط روند ما در زیر کندل ها قرار داره، ما کندل تایید سبز توپل میگیریم و معامله ما خریده. در زمانی که در بالای کندل ها قرار داره، ما کندل تایید قرمز توپل میگیریم و معامله هم فروشی. برای محدوده صاف هم همینطوریه. اجازه بدین نشونتون بدم. مثلا اینجا که حالا برخورد سوم هم نیستش مطلم، اما خب برای نمونه میخوام مثال بزنیم. اینجا که محدوده فرض کنیم برخورد سوم باشه، بالای کندل هاست، ما کندل قرمز توپل میگیریم معامله ریزشی. اینجا که محدوده زیر کندل هاست، ما کندل سبز توپل میگیریم و معامله صعودی خواهیم داشت عزیزان. پس به این صورت ما نحوه معاملات خودمون هم تعیین میکنیم. مثل اینجا که الان خط روند ما بالای کندل هاست، پس معامله ریزشی و برای سود گرفتن از ریزش بازار هستش. این هم توضیحات کلی مبنی بر این که چطوری ما با استفاده از اینها تاییدیه بگیریم و بعد از اون هم وارد معامله بشیم. حالا با هم دیگه بریم سراغ مواردی که پس از ورود به معامله و یا در زمان ورود به معامله باید تعیین کنیم.
خب دوستان، ما دوباره اومدیم توی یک موقعیت معاملاتی دیگه و این موقعیت معاملاتی رو در گذشته بازار میخوایم با هم دیگه تحلیل کنیم. الان این موقعیت معاملاتی برخورد چهارم پنجم اگر اشتباه نکنم و چون پس از سوم شمارش زیاد مهم نیستش و حالا که ما میخوایم معامله کنیم این موقعیت معاملاتی رو، باید اولین موضوع دقت داشته باشیم کندل تایید بگیریم. خب ما اینجا کندل تایید خودمون رو پس از برخورد داریم و در این زمان بسته شدن این کندل تایید وارد معامله خرید میشیم. و اما نکته‌ای که وجود داره اینه، ما اینجا وارد معامله شدیم، در زمان ورود به معامله باید دو مفهوم تعریف بشه. این دو مفهوم رو اگر چند تا از این پست های اینستاگرام مربوط به تحلیل معاملات بازار مالی دیده باشین، حالا برای هر شخصی که باشه قطعا شنیدین اسمشو. معامله بدون این دو مفهوم اصلا اشتباه و ممنوع عزیزان. و حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این دو مفهوم چی هستن و بر چه اساسی هستن عزیزان. این دو مفهوم ما بهش میگیم حد ضرر و حد سود. اول ما هم دیگه میریم سراغ حد ضرر. یک اشتباهی که در مورد مفهوم حد ضرر من دیدم خیلی رواج پیدا کرده اینه که میگن تا چه مقدار میتونم ضرر تحمل کنم و همون مقدار میشه میزان حد ضرر من. نه، این مفهوم 100% اشتباهه و اصلا اینطوری نیست. حد ضرر مفهوم صحیحش به این صورته که عزیزان ما میگیم محلی که در صورتی که پس از ورود به معامله قیمت به آن محل برسد، تحلیل و معامله من به طور کامل اشتباه شده و باید با ضرر از معامله خارج بشم. حالا نکته مهمی که وجود داره اینه که این محل حد ضرر کجاست که اگر برسه قیمت و کندل ها، تحلیل و معامله من کاملا اشتباه شده و دیگه بهتر این معامله رو با ضرر خارج بشم. نه کنین عزیزان، مثلا من $100 وارد معامله کردم، حد ضرر به این معناست که اگر قیمت به یک محلی رسید که من فهمیدم تحلیلم کاملا اشتباهه، دیگه با $90 خارج بشم، $10 ضرر، نه اینکه واسطم تا نابود بشم. و اما کجا این موضوع مشخص میشه و کجا قیمت برسه من فهم تحلیل معامله اشتباهه؟ نه کنین، اول بعد از خودمون بپرسیم کجا اگر قیمت برسه این تحلیل بی اعتبار. اساسی ترین بحث تحلیل های من چیه؟ اساسی ترین بحثی که تو این تحلیل ها با هم داشتیم این محدوده هاست. اگر قیمت برگرده بیاد پایین از اینجا و این محدوده من رو به طور کامل بشکنه، میتونیم بگیم که این تحلیل من اساساً بی اعتبار شد. چون اگه محدوده نباشه خب برخورد نیست، برخورد سوم نیست، کندل تایید نیست، ورود نیست، هیچی نیست. و میشه گفتش پس اگر که این خط روند یا همون محدوده من هر چی که از شکسته بشه، من باید با ضرر از معامله خارج بشم. پس میام اینجا حد ضرر خودم رو به صورت چشمی قرار میدم مقداری زیر خط روند خودم و یا اگر محدود است مقداری زیر محدوده، یک کمی فاصله بذارید. علتش اینه که گاهی اوقات قیمت میادش یه سر شدوی میزنه به زیر خط روند یا زیر محدوده، اینطوری حد ضرر شما رو شکار نکن. یک کمی فاصله بدین که این اتفاقات نیفته عزیزان. و وقتی که وارد معامله شدیم پس حد ضرر خودمون رو در زیر محدوده قرار میدیم. حالا این از بحث حد ضرر. بریم یک نمونه با هم دیگه در محدوده های صاف هم ببینیم. این نمونه رو یک محدوده صاف با هم دیگه رسم کردیم اینجا. این هم برخورد سوم بود، این هم کندل تایید ورود به معامله ما بود و حالا میخوایم حد ضرر بذاریم. حد ضرر خودمون رو قرار میدیم در زیر محدوده و اینجا اگر قیمت برسه دیگه من با معامله رو با ضرر میبندم و اصلا این معامله رو نمیخوام عزیزان و ترجیح میدم که اصلا ضررش رو بپذیرم و خارج بشم، چون دیگه به تحلیل من اشتباه شده. هرچند اصلا از اینجا برسه بعد مثلا یکم پایین‌ترم بره بعد برگرده بره بالا، من دیگه این معامله رو نمیخوام. حد ضرر واجبه، باید بذاریم. به هیچ عنوان معامله بدون حد ضرر نباید انجام داد. و اما بریم سراغ مفهوم دوم، حد ضرر در معامله فروش. ما تو معامله خرید قیمت اگر بیاد پایین ضرر میکنیم، بره بالا سود میکنیم. حالا اینجا تو معامله فروش مثلا فرض میکنیم این برخورد سوم، اینم مثلا یک کندل ریزشی قدرتمند که پس از برخورد با محدوده داشته، بعد اینجا ما وارد معامله فروش میشیم. حد ضرر رو اینجا کجا میذاریم بالای این خط روند، چون تو معامله فروش ما میخوایم از ریزش سود بگیریم. اگر بیادش بالا ضرر میکنیم و حد ضرر خودمون رو مقدار این بالاتر قرار میدیم
و اینجا هم به همین صورت. این هم یک نمونه دیگه برخورد کرده قیمت، اومده کندل قرمز توپل هم ساخته، من میام اینجا وارد معامله فروش میشم و اینجا که وارد معامله فروش میشم حد ضرر خودم رو میذارم بالای این خط روند و اگر این خط روند دیگه رد شد قیمت اومد بالاش، من میگم دیگه اینجا معامله من با ضرر بسته بشه و این رو به صرافی میگیم که اینجا دیگه ارزش نداره ما بمونیم تو معامله و بهتره که خارج بشیم با ضرر، چون تحلیل ما اشتباه شده. و حالا بحث بعدی، حد سود. حد سود تکلیفش مشخصه و معنیش معینه. محلی که در صورتی که قیمت به اون محل برسه تحلیل و معامله من با سود همراه بوده و حالا میخوام با سود از معامله خارج بشم، پس جاییه که اگر قیمت برسه من سودمو گرفتم باید خارج بشم، چون حد سود یه محلیه که داره میگه دیگه شما سودتون رو گرفتیم بسه، تا ابد که نباید با یک معامله باشیم، تا یک مقدار سودی هستیم با اون معامله. اما یک سوال مفهومی میخوام ازتون بپرسم، دوست دارم شما عزیزان جواب بدید. این سوال مفهومی خیلی کمکتون میکنه حد سود رو بهتر درک کنین. تفاوت یک تریدر با یک قمارباز یا همون کسی که شرط میبنده عزیزان چیه؟ اگر بخوایم بگیم تو میزان طمعشه، خب تریدر هم میتونه طمع کنه. اگر بخوایم بگیم توی میزان ضررش، قمارباز صفر میشه، تریدر حد ضرر داره. اینطوری هم اشتباهه، قمارباز هم حد ضرر داره، 100 میلیون بذاره تو جیبش 1 میلیون تومان رو قمار کنه. اگر بخوایم بگیم توی بحث مثلا یاد داشتنشه، ما میگیم تریدر تحلیل رو بلده، خب قمارباز هم میتونیم بگیم اون بازی که قمار میکنه، حالا مثلا مثال میزنم، مثلا تخت نرد رو قمار میکنه، تخت نرد رو بلده و از این جهت ها نمیشه بگیم که این دو شباهت دارن یا تفاوت دارن و بحث هاشون چیه. نگاه کنین عزیزان، یک مثالی براتون میزنم، بیایم با هم دیگه یه شرطی ببندیم یا یک مثلا شرط بندی رو بررسی کنیم. 100,000 تومان مثلا شخص الف میذاره، 100,000 تومان شخص ب. اگر شخص الف برنده بشه 100,000 تومانش چقدر میشه؟ میشه 200,000 تومان. و اگر شخص الف بازنده بشه 100,000 تومانش چقدر میشه؟ میشه 0. نکته اصلی دقیقاً همینجاست که تفاوت ترید با قمار رو نشون میده. در قمار اصلا بحث صفر شدنی نیست، در قمار میزان ضرر با میزان سود برابره و این بزرگترین اشتباه ممکنه. اما در ترید ما میگیم هر چقدر حد ضررت بود باید حداقلش 2 برابر حد سود بذاریم عزیزان. یعنی اگر حد ضرر ما $5 هستش، باید حداقل سودی که از اون معامله به دست میاریم $10 باشه. حد اکثر چقدر؟ حد اکثر ما میگیم 4 برابر منطقی، بیشتر 4 برابر هم دیگه عجیب غریبه. حالا ممکنه یک نفر شاید مثلا حد سود بذاره 20 برابر یک معامله بگیره، اما واقعیت اینه که تو تمام معاملات کلیت بازار بهتون نمیده و اینطوری در نهایت براتون میشه ضرر. حالا پس حد سود رو درک کردیم. حد سود چیزی که ما کمک میکنه که توی قمار و ترید تفاوت ایجاد کنیم و یک مثالی براتون بزنم و ببینیم چقدر تاثیر داره حد سود. ما میگیم نه حد سود 2 برابر نه 4 برابر، وسطش رو میگیریم میگیم 3 برابر. سودامون 3 برابر ضررهامون. 100 تا معامله انجام میدیم، این 100 معامله‌ای که انجام میدیم میگیم 74 معامله ضرر، 26 معامله سود. عزیزان برایند کل معاملات چقدر میشه؟ ضرر میشه یا سود میشه؟ درست 74 معامله ضرر بود، اما برایند کل معاملات سوده، چون سودا 3 برابر ضرر هست و در نهایت میشه 78 تا سود، 74 تا ضرر و در نهایت ما سود میکنیم. نکته‌ای که دارم بهتون میگم در مورد حد سود و تاکید دارم روش، خیلی نکته مهمی عزیزان. من تریدرهای بسیاری سر کلاسم نشستن و موارد و تریدهاشون رو بررسی کردم. این افراد از نظر علم تحلیل و علم بررسی بازار فوق‌العاده بودن. اما مثلا حد ضرر میذاشته $5، مثلا معامله میرفته تو $2 سود، $3 سود. مشکل ذهنی که داشت این بوده که میومده مثلا این معامله رو میبسته. این اشتباهه. شما $5 میذارین، حداقل باید $10 سود رو داشته باشین و هر چی میزان ضررتون بود مثلا چشمی میام اندازه میگیریم میگیم مثلا 2 برابرش سود داشته باشین و این تاثیر واقعی حد سوده که باعث میشه اگر 26% معاملات هم حتی برنده باشیم و حد سود 3 برابر، در نهایت ما سود کنیم. ما قراره توی آموزش های تخصصیمون کامل به همه افرادی که سر کلاس های ما حاضر میشن بیایم و آموزش جامع استراتژی اختصاصی بدیم، براشون هم لایف ترید بذاریم. اما این رو من به همه اونها میگم، به شما میگم چه توقعی از استراتژی ها دارید؟
آیا توقع دارین که 100 معامله میکنین 100 تاش سود باشه، 90 تاش سود باشه؟ همچین چیزهایی فقط رویا فروشی و دروغه، نیست واقعیت. در ترید یا این جمله‌ای که میگم رو باور کنید یا این که بازار مجبورتون میکنه باور کنید. در ترید تفاوت زیادی بین تعداد سود و تعداد ضرر در یک استراتژی مناسب نیست، بلکه تفاوت زیادی بین مقدار سود و مقدار ضرر هستش. یعنی این که من میام تعداد سود و ضررم میشه معمولا 50-50 و هیچ فرقی نمیکنه نظر تعدادی، اما سود میکنم 3 برابر ضررهام و نباید 90 تا سود کنم. مثلا همچین چیزی وجود نداره و همچین موضوعاتی اصلا نیست. پس انتظارات عجیب و غریب هم نداشته باشین عزیزان که یک استراتژی باشه همش سود کنین. همچین چیزی وجود خارجی واقعا نداره و به طور کلی ما اینجا این حد ضرر و این حد سود خودمون رو تعیین میکنیم و در نهایت ابزاری هم اینجا توی سرفصل 5 وجود داره. 1 2 3 4 5 بازش میکنیم. لانگ ابزار معامله خرید و شورت ابزار معامله فروش. لانگ رو برمیدارم اینجا که نقطه ورود من هستش، یک کلیک میکنم و این ابزار رو برای من میندازه. حالا من هم حد ضرر رو دارم هم حد سود رو. باید اول کف حد ضرر رو تا این مقداری که تعیین کردم برای خودم بیارم بالا و حالا باید حد سود رو تعیین کنم. به چه میزان؟ به میزان 2 برابر این ضرر. از کجا بفهمم 2 برابر شده؟ ناگهان عزیزان این عدد وسط رو ببینید، ریسک ریوارد ریتیو. یعنی چی؟ یعنی نسبت ریسک به ریوارد، یعنی نسبت ضرر به سود. و اینجا ما میایم سود رو بزرگ میکنیم تا بشه 2 این نسبت، یعنی سودمون 2 برابر ضرر باشه. اینم 2 و کمترین میزان سودی که باید بذاریم اینه. یه نکته بهتون بگم، برید داخل اینستاگرام و تلگرام چک کنید. جدیدن دیدین چقدر کانال های سیگنال دهی ارزهای دیجیتال و فارکس و اینا زیاد شده و همش هم هی دارن برآیندهای سودساز میسازن. علت چیه که اینا سود میکنن اما مردم توی اون کانال ها ضرر میکنن؟ ببین دوستان، مثلا حد ضرر میذارن $500، حد سود میذارن $5، $10، $50. بعد هی اعلام سود 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 سود. بعد به خودتون میگین چقدر سودای خوبی میکنه، ما هم بریم عضو کانالش بشیم. و اون یه دونه ضرر 2 تا ضرری هم که میکنه اصلا نمیگه به شما. اما وقتی که میرین توی کار میبینین اگر این بنده خدا 1 ضرر کنه، کل معاملاتی که سود کرده تو 10 تا معامله اخیر همه با ضرر بسته میشه و نهایت همش میشه ضرر، چون ضرراش خیلی بزرگه و اینطوری میشه نهایتش چی؟ برآیند کار ضرر. پس خیلی به این موضوع توجه داشته باشین. بریم یک نمونه معامله فروش هم با هم دیگه ببینیم عزیزان. این هم یک نمونه معامله فروش. حالا مثلا ما میگیم این برخورد سومه. این هم ابزار معامله فروش رو برمی‌داریم، در این نقطه ورود خودمون کلیک میکنیم، حد ضرر خودمون رو میذاریم در بالا در این سقف و حد سود خودمون رو انقدر بزرگ میکنیم که این عدد وسط بشه 2. از این مربع‌های کنارش میگیریم، حد سود و ذره ذره میارم پایین میشه 2. کمتر از این اجازه ندارین بذارین حد سودتون رو و تحت هیچ شرایطی هم ازش کنار نکشین. اصلا شما فرض کنین قیمت تا این وسط راه اومده، از این وسط راه شما 100% مطمئنین که برمیگرده. هرچند نداره مثلا 100% تو بازار مال، شما فرض کنین 100% مطمئنین که برمیگرده. میان چیکار میکنین؟ میان از اینجا معامله رو میبندین وسط راه؟ نه عزیزان، میمونیم تا برگرده بره بالا حد ضرر بخوریم. چرا؟ چون که قوانین ما مهمترین چیز در دنیای ترید هستش. توی دنیای واقعی برای شما قانون میذارن سر کار، شما سر کار قانونایی که اونا گذاشتن تبعیت میکنین. اما توی دنیای ارزهای دیجیتال و بازار مالی شما خودتون قانون میذارین. اگر به قوانین خودتون پایبند نباشین قطعا نتیجه جز نابودی براتون نداره. پس تحت هیچ شرایط یک عادت اشتباه که وسط راه معاملاتتون رو ببندین نداشته باشین و تا به حد سود درست نرسیده بیخیالش نشین. به قول یک تریدر بزرگ به اسم آلفونسو، set and forget، یعنی بذار و فراموش کن. حد ضرر و حد سودت رو بذار، به صرافی اعلام کن و نحوه اعلام کردن حد ضرر و حد سود رو که تو ویدیو آموزش جامعه صرافی بینگیکس و اینا که بهتون گفتیم و به صرافی اعلام کن و پس از اون هم معامله رو فراموش کن تا خودش به یکی از اینها برسه. و اما مبحث آخر در مورد این ویدیو، سود منطقی ترید عزیزان. به نظر شما عزیزان
سود منطقی یک ماه تره چیه؟ یعنی سوالی که ازتون داریم فرض کنین یک حساب $100 دارین و یک ماه به صورت حرفه‌ای بدون اینکه اشتباهی داشته باشین، نه اینکه بدون که ضرر کنین، ضرر که با یک تریدر همیشه همراهه، ولی بدون اینکه اشتباه کنین تو معاملاتتون و خلاف استراتژی ترید کنین معامله میکنین. در نهایت انتظار دارین این $100 چقدر شده باشه؟ خواهش می‌کنم این سوالو برای خودتون جواب بدین و پاسخ این سوال رو در قسمت بعدی به شما عزیزان ارائه میکنم. شاد، موفق و پیروز باشین. فعلا خدا نگهدارتون.